تو این ویدیو شما ساخت کالکشن 10,000 تایی NFT، آپلود تو IPFS و غیر متمرکز کردن پروژه، به دست آوردن قرارداد هوشمند یا کانترکت NFT بدون اینکه هیچ کد نویسی بلد باشی و در آخر دیپلوی کردنش تو بلاک چین رو به طور کامل یاد میگیری. خب بریم سراغ ویدیو. ببینید اولین کاری که میکنید میایید وارد سایت JNFTify میشید. اینجا ثبت نام میکنید و کالکشنتون رو اینجا آپلود میکنید، المنت هایی رو که ساختید، و از همه مهمتر اینه که شما این المنت ها رو بالاخره تو فتوشاپ میسازید و آپلود کردن تک به تک اینا خیلی سخته. میتونید فایل PSD فتوشاپ رو آپلود کنید و اصلا نیازی به آپلود این همه عکس نداشته باشید و کلا یه فایل رو آپلود کنید که این خیلی کار شما رو راحت میکنه. خب ما المنت های خودمون رو ساختیم، اینجا میتونیم بهشون حالا تریتشون رو بدیم که چقدر این آیتم یا این المنت توی کالکشن ما بیشتر یا کمتر باشه که میتونه به خاص‌تر بودن یه دونه از این NFT ها کمک کنه. خب من به طور مثال 100 تا NFT میخوام جنریت کنم. اینجا تعدادش رو مینویسید و روی جنریت میزنید. خب میبینید که خیلی سریع هم داره جنریت انجام میده. خب اینجا میتونید فایل خودتون رو دانلود بکنید. من روی دانلود میزنم که فایلم بهتون نشون بدم. از اینجا هم میتونید اسکرول کنید و ببینید فایل خودتون رو 100 تا NFT که ساخته شده. خیلی هم قشنگ و زیباست. ببینید زمانی که شما پروژهتون رو داخل IPFS آپلود میکنید به طور خاص پروژهتون غیر متمرکز میشه که این برای کالکشن NFT خیلی مهمه که پروژهش غیر متمرکز باشه و یه ولیوی بهش اضافه میکنه که میتونه به فروش NFT تون خیلی کمک کنه. خب شما خیلی راحت توی آپلود تو IPFS کلیک میکنید و بسته به سرعت اینترنتتون بعد از چند دقیقه خیلی راحت آپلود میشه داخل IPFS. خب 100 تا فایل من داخل IPFS آپلود شد. زمانی که این CID رو به شما میده یعنی کاملا پروژهتون الان غیر متمرکز شده و این خیلی خوبه برای پروژهتون. خب میریم سراغ کانترکت. این CID هم اینجا کپی کنید داشته باشید. روی کانترکت کلیک میکنیم. خب در این مرحله باید والتمون رو به سایت کانکت بکنیم. روی کانکت والت کلیک میکنیم و روی نیکست میزنیم و والتمون به همین راحتی کانکت میشه به سایت JNFTify. خب برای که قرارداد هوشمندمون رو به دست بیاریم روی کانترکت سولد کلیک میکنین و قرارداد دانلود میکنین و حالا من این قرارداد توی ویژوال استودیو براتون باز میکنم که بتونید خیلی راحت و زیباتر ببینیدش که چقدر راحت رسیدیم به قرارداد هوشمند NFT مون بدون اینکه هیچ کد نویسی بلد باشیم که این خیلی واقعا چیز خفنیه. خب اینم کد کالکشن NFT ما که فوق العاده است و بالاخره رسیدیم به این کد بدون اینکه هیچی بلد باشی. خب بچه‌ها قبل از اینکه من این کد رو دیپلوی کنم داخل بلاک چین، اگه تا اینجا ویدیو همراه من بود یا از این ویدیو خوشت اومده حتما لایک و سابسکرایب کن و این ویدیو رو برای دوستات که میخوان کالکشن NFT بسازن حتما ارسال کن. خب بریم سراغ دیپلوی کردن این کالکشن داخل بلاک چین. روی دیپلوی اسمارت کانترکت کلیک میکنین. قبل از اینکه بریم سراغ دیپلوی کردن اسمارت کانترکت، چون ما میخوایم روی تستنت پالیگان این کار رو انجام بدیم، روی اد پالیگان تستنت کلیک میکنید و پالیگان اد میکنید. اگر هم از اینجا اد نشد میتونید وارد چین لیست بشید و از اونجا ادش کنید و من الان دوباره برم روی پالیگان تستنت که میشه مومبای. خب یه ذره توکن تستی پالیگان هم داریم. روی دیپلوی اسمارت کانترکت میزنیم. یه تراکنش برای ما ارسال میشه که باید این تراکنش رو تایید بکنیم. تراکنش تایید میشه و تا چند دقیقه دیگه اسمارت کانترکت ما روی بلاک چین دیپلوی میشه. خب به همین راحتی اسمارت کانترکت ما دیپلوی شد. ما الان تمام مواردی که میخوایم رو داریم. این هم آدرس قرارداد هوشمند ما. روی وریفای پابلیش الان کلیک میکنیم که بتونیم این قرارداد رو وریفای کنیم که داخل اوپنسی بالا بیاد. یه وریفای پابلیش میزنین. خب وارد این وبسایت که بشید بعد مشخصات رو بزنیم. مشخصات اینجا به طور کامل براتون هستش. سینگل فایل 8.15 MIT لایسنس. خب کامپایلر ما سینگل فایل و ورژن سالیدیتی که باش کار کردیم 8.15 و این هم MIT لایسنسه. روی کانتینیو کلیک میکنین. خب شما اینجا باید سورس کد خودتون رو وارد بکنید. روی ویژوال استودیو میزنین و این کد رو به طور کامل کپی میکنین و اینجا پیستش میکنین و نکته مهم اینه که ABI رو به طور کامل پاک کنید. اینجا نذارید چیزی بمونه. این هم دیلیت میکنین
و روی I'm not robot میزنیم. این ربات هم حالا بهتون یه چیزی نشون میده و باید وریفای بکنید. روی وریفای پابلیش میزنیم. خب به همین راحتی کانترکت ما وریفای شد. خب میریم سراغ مرحله بعدی. تو مرحله بعدی برمیگردیم به سایت جنفتیفای، روی مینت کلیک میکنیم و من از تعداد 100 تا میخوام مثلا 30 تاشو خودم مینت بکنم. روی مینت کلیک میکنم و تراکنش رو تایید میکنم. خب به همین راحتی 30 تاشو مینت شد. میتونیم بریم داخل اوپنسی نگاه کنیم. روی این قسمت کلیک میکنیم. کالکشن ما چون روی تست نت بوده، ما باید روی اوپنسی تست نت این کالکشن رو باز بکنیم. خب برای که کالکشنمون رو داخل اوپنسی ببینیم، میریم روی این قسمت کلیک میکنیم. اینجا کپی میکنیم کانترکتمون رو، میریم داخل اوپنسی تست نت، اینجا سرچ کلیک میکنیم و کالکشن من با اسمی که من خودم با اسمی که من روش انتخاب نکردم بعد انتخاب میکردم، اینجا میبینیم 30 تا کالکشنی که من ساختم به همین راحتی اینجا برای فروش وجود داره. خب اما یه نکته اینجا وجود داره بچه‌ها، شما الان دیدید من 30 تا رو خودم مینت کردم. خب این یعنی اونر این کالکشن 100% منم و اصلا یونیک اونرز نداره. شما میخواید چیکار کنید؟ میخواید مثلا لینک مینت رو به دوستاتون یا افراد یا خریدارا بدید که اونا خودشون بیاد مینت بکنن و داشته باشن. خب خیلی نکته مهمیه. برای این کار قبل از اینکه بریم سراغش بچه‌ها، حتما کانال رو لایک و سابسکرایب کنید. این ویدیو رو هم برای دوستاتون ارسال کنید. واسه هر کدوم از اینا هم نام میتونستید بذارید داخل حالا همون اولی که میخواستید مینت بکنید کالکشن رو، اون قسمت سمت راست براتون نیم گذاشته بود. تنها کاری که برای این کار کافی انجام بدید، روی اینجا کلیک میکنید، روی ویو کالکشن میزنید. خب حالا این میشه لینک مینت کالکشن شما که 30 تا از 100 تا مینت شده. شما این لینک رو کپی پیست میکنید، برای دوستاتون، برای افراد، برای خریدارا میفرستید. میان اونا اینجا که بلتشون رو کانکت میکنن و به اندازه‌ای که حالا میخوان مینت میکنن. مثلا به هر کس میتونید 2 تا NFT بدید، 3 تا NFT بدید، هر چقدر بخوان خیلی راحت مینت میکنن از اینجا. مثلا من 10 تا دیگه هم مینت بکنم. الان فرض کنید من یه نفر دیگه رو اینجا بلتمو کانکت کردم، روی مینت میزنم، دوباره تراکنش رو تایید میکنم. خب منتظر کانفرمیشن این تراکنش میمونیم. بریم اوپنسی هم یه ریفرش بکنیم که کالکشن از خب میبینید که کالکشن من الان 40 تایی شدش. و نکته مهم اینه که شما کالکشن نیم رو میتونید اگر از اینجا لاگین کنید با ولتی که این کالکشن رو ساخته، میتونید این موارد رو تغییر بدید. خب این کالکشنتون رو خیلی راحت برای فروش میذارید و مردم میان میخرن. همچنین اگه میخوای یاد بگیری چجوری با گوشیت رایگان و بدون هیچ کارمزدی NFT بسازی و برای فروش بذاری، حتما به ویدیویی که بالا سمت راست پرت میذارم یه سر بزن.